تو سال 1938 زنی به اسم کری اورن تو روستای آرام بریجمور آریزونا زندگی میکرد. به اون شفادهنده روستا میگفتن و همه بهش اعتماد داشتن. یه روز مردم بیماری عجیبی گرفتن و برای درمان به کری پناه بردن. اونا همه پولاشون رو برای نجات جونشون پرداخت کردند. چند ماه بعد یه پسر کنجکاو تصمیم گرفت حقیقت رو کشف کنه. اون نیمه شب به مغازه کری رفت و از پنجره به داخل مغازه نگاه کرد. بطری‌های پر از سم دید که کری با دقت در حال ترکیب کردنشون بود. اون بیمارا رو درمان نمی کرد بلکه خودشونا رو بیمار می کرد. پسر که وحشت کرده بود حقیقت رو به بزرگای روستا گفت. صبح روز بعد مردم که خشمگین شده بودن با مشعل و چنگک جلوی مغازه کری وایسادن. کری با لبخند به اونا نگاه کرد و با صدای آرام گفت من همیشه شما رو نجات دادم، پس حق دارم ثروتمند و قدرتمند باشم. مردم حرفاشو باور نکردن و کاری که بعد از اون با اون کردن واقعا وحشتناک بود. برای ادامه داستان کپشن رو حتما مطالعه کن.